داریم کم کم به فصل تابستون و میوه های رنگارنگش نزدیک میشیم. تو هم همیشه خیلی ساده میوه ها رو جلوی مهمون میذاری و تزیین میوه بلد نیستی؟ پس این آموزش مخصوص خود توه. بهت 3 مدل تزیین هندونه و طالبی یاد میدم تا توی مهمونیات هنر کدبانو بودن تو به همه نشون بدی و از این همه سلیقه تو تعجب کنن. پس حتما تا انتها ببین و ذخیرش کن و برای همه دوستات بفرست و اگه دوست داری آموزش بیشتر از تزیین میوه برات بذارم کلمه میوه آرایی رو برام زیر همین پست بنویس. اگه از اکسپلور این ریلز رو میبینی و هنوز پیج منو دنبال نمی کنی یه سر به پیجم بزن، با من همراه باش چون هر روز کلی ایده و آموزش رایگان برات میذارم.